خب برادران گرامی قدر بی‌طرف نباشه، ما را دستگیری بکنید. تا 300 نفر شدیم. خواهش میکنیم که ما چند قید دیگه میمونیم در این برنامه، پس اون خداحافظی میکنیم. به همین خاطر ما را دستگیری بکنید. دستگیریتون با چیه برادرای عزیز؟ من شما را نمیگم با من سوم بگذرونه، یگان کار بکنی، نه. لایک بمونه برادران عزیز، آبونه شوه در برنامه. همین پیشرویه. یک نفر دیگه میوه گفت همون یک برادر که هوای سبب میشه که ما انقلاب میکنیم. ممکن من خودت نمیتونیم اینم که روزا و ساعتا میشینیم گپ میزنیم برنامه میکشیم. یک نفر میوه که ای من خودت زورتر همین کار تیزتر انجام میتیم. به همین خاطر برادرای عزیز در این چیز بی‌طرف نباشه. اگر محقلتانه واقعا بمونه لایک کاره، نه اگر نباشه من نمیگم که علنی و بلنه بمونه لایکاتون. نه برادرای عزیز، اگر برنامه ما پیشنده برای شما میخواهی که گودک پلی بگیری، شما میخواهی که سوید داشته باشه، شما میخواهی که در تاجیکستان کار بکنی، مهاجر نباشه، مرحمت دستگیری بکنی. به دستگیری ما برادرای عزیز به پیش رفتن نمیتونیم. خب خب 28 سی 16 30 روسیه، 21 قطر. برادران گرامی نگاه کنید که چند کسان نوشتن. من راستی شما را حوض دیگه نمیتونم برادرای عزیز من در واتساپ جواب داده، برای که حوضی وقتی برنامه گفتم که بعدی برنامه انشاءالله که هم برادرایی که از چند شهر نوحیه با من در تماس بودن که در انتخابات ما برنامه داشتیم که بکنیم. ما این چیزا آشکارا میگم که ما این چیزا ادمینید میکنیم، یگان کار نمیکنیم. با رحمان پگه یگان کار نکنه و بگه که همه بچه ها چیکار میکردن هم نور خپیدیم. من همه آدمی که میخواستم همین کارا بکنم، یک عملیات بگیم در تاجیکستان نشون بدیم، همه چیزا من ادمینیت میکنم. من نمیگذارم که مردم که همین کارا بکنن، برای که مردم کمتره. من میخواستم که کلی مردم شریف تاجیکستان هر یک شهر ناحیه نفرها باشه که من مثال همین عمل انجام بدیم. و همین خاطر مردم که کم است، من نمیخوام ریسک کنم با چند نفری که هست. و همین خاطر دعوت همین است که برادرای عزیز، ما برنامه ها زیاد است. اگر مردم بیدار شود، ما اگر پراپوسکات بکنیم این انتخابات ها، با برنامه داریم که ما چیکار باید بکنیم. به همین خاطر به طرف نباشه. رقم تلفنی ما هست برادرای عزیز، رقم تلفنی ما هست، بیای وای کنید، زنگ بزنین، ما هماهنگی بکنیم، یک کاری بکنیم که یک برنامه بسازیم که مردم داخل بیدار بکنیم. بگیم که این مخالفین گپ زده سودین، این مردم در داخل هست. بعد یک روز انشاءالله که همین بگی که بگیریمش، میگیم تمام میگیریم رحمانوفا. این خیلی نمیشه که مثال ما اگر این نفرایی که هستیم دعوتگرها اگر بریم به تاجیکستان، ما را گفتیم برادر محمد اقبال که در سری پاورات میقپن، برای 30 سال زندان میکنن. امروز برادر عزت همون این که برادرایی که من امروز صورتشون در کلاون یوتیوب موندگیم، امروز یک نفر از اینا یاد نمیکنن. من خواهش میکنم که کسانی که در تاجیکستان هسته مردک بشین، برای همین نفرایی که در زندانن برای امنا کمک بکنی، تچکشون بکنی. به خدا که روزش میوه که همه آدمایی که عزت امان کمکتان کرده بود، عزت امان میبرویه، شما با کدام رو همون انسان نگاه میکنی؟ شما داره امروز یگان تدنا دار نیسته. من نمیدونم 50 سومای 100 سومای نخو شما یک کیلو قند نمیدونم
ایقا پچینه یا نمیدونم یگان شیرینیه بگیره روان بکنه به همون 4 تا سمبوسه 4 تا پرشکیه بگیره روان بکنه به هم زندانه که نمی برادرای زندانی در همین رمضان یا افطاری درست بکنن. در این رمضان زندانیا خوراک حلال ندارن، قشو نمیتونن که بگیم که به اصطلاح امروزه کور دعا بکنن. خب اینجا یک برادر مهاجر اینا قبول میکنیم. خب سلام علیکم برادر عزیز، میکروفون تا بکشو. سلام علیکم مهاجر، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. الماس جان برادر خوبی؟ اینجی سلامتیات خوبه؟ تشکر زیاد برادر. برای ماه شریف رمضان تمام بیننده تا مبارک بایی میکنیم. تشکر. خدا کنه که این ماه همه انتخابات ده گفته گپو خلق توجیک ببرده. خلاصی گپ ای دسته همه حرام جانش خلاص شوه، حلال لعنتش کنه ای بدبخته. باور که دیگه همه گپا را شما همین روزا میگین دیگه. باور که الماس جان برادر چی گفتن تا نمیدونی. با خدا وای بچه همه گپا را گفتگی میترسم که از گپی اون کسی دیگر میگم، یک کس میبره میگه که ای بچه همین گپی منه. ای برادر عزیز همه گپا باور را که گفتن، همه کارا را کردن، با خدا دیگه یگون جای ایستادنش نیست. ای بچه ما برادر خوب در انتخابات یگون کار بکنیم، در انتخابات برادر نمیتونیم. الماس بله میبخشید دم گپ ده برادر جان عزیز. این نخلی دیگه این گپی بیشو یک خرابور. اگر من مثال بناوسی بعد مثال دناوسی یگون برادر دیگه نرسم، مثال نمی مثال خود مثال برادر محمد اقبال امیو گپ میزنم بس دیگه اوجه یگون پلانی دیگه گپ زنین، یگون نخی چیزی نو گپ زنین، یک فکری نو، یک حرکتی نو میبرین سویت کشیه یا این همی در مسجدمون دری مسجدمون محکم کردن، نمازخانیمون ریشامون نگرفتن، ایجابمون نگرفتن، ای خوب تون کردن دیگه نبروین گریه نکنین، همی گپا را نزنین. بزور این همی گپا شدیم یک فکری نو کنین، یک پیشروی نو کنین. اما چیه میبروین این همی چند سر ساله میبروین ادنوی تاج گفته گپا. شما یک چیزی نو گپ نمیزنین. همی مثال با برادرها گفتنیم یکان تو تایمه خفه نشین. باور که درست برادر عزیز دیگه گپ نمونده است که بگوی نسبت این رژیم خانواده واقعا هم دیگه گپ موندگی نیست. تا همه چیز چه برادر محمد اقبال نقل کرد. کسانی که تماشا نمیکنه بدروی برنامه را تماشا بکنه، چه دزدی کرده سودیان، چه وطن فروشی دارن، چه ظالمن، همه چیزا را آشکارا برآمده به مردم گفته شده. من حتی نمیفهمم بله که بله او هم مردم خیلی که پگه معلم میشه این انتخابات. من آخه باوری دارم الماس جان، من باوری دارم آخه 100% انتخابات نه خیلی آرام آزاد با منفیت همون کلان تا همه مثال پیشواش میگن پسواش میگن میگذره. میلت یگان کار نمیکنه، یگان کار یگان کس کردن نمیتونه، دوخ هم ندارن. به خاطر چی بگو که این همی این همی برادرها هم دین یک چی داشتن پریامو افیر داشتن اخی یک گپای میزنن که صورت امام علی را ببانو دیگان بو اکه گپا گوش که دیگان جای توقعی هیچ کنه باشه میگه صورت ببانو داروش تخم قطعی بزاست نیامکش که ویدیوش که بگی در یوتیوب پرتاش آخی کار نیست، ای عقل نیست، ای پیشروی نیست. نخوش شما هم تاری برنامه کنین، این برنامه گودکونه ای بار که دین اقا تماشا کن خوب اخمقی های بخدو بار که یک گپای میزنن که بار که ما باوری دارم که همو مثال جناب یولی را کو باید میگه که یا همی کینوی لک پاک نقل کشن یا یگان مولتیک نقل کشن، یک گپای میزنن که باور که گپاشو نه در جمعیت در کنه نه در امیت. نه خودم هم خیلی گپ زنم استغفرالله.
یه بله بله پیشروی عزیز، این پیشروی مرحله رو ما گذشتگیم. باید دیگه با نوشتن باید ما یکون عمل کمی سریوزی تر دبریم. این نوشتن بله بله اینا اوجه وقت چون گذشتگی رحمان و سوره الله بزنی یگان چی فایده؟ یگان نه فایده نه زلال. این کار نیست. باید یگان بله کاری بله جدیتر کردن در کار که ایو کار رحمانوف بترسه که مردم دبر مخالفینه. وقتی که ما میخوایم آقا یا کار بکنیم مردم میخوایم دعوت میکنیم که بیایه مردم نمیاد رحمانوف خرسند میشوه. وقتی ما اگر یه عملیات میکنیم بعد رحمانوف میفهمه که او واقعا هم اینو کار